بازار بزرگ کرمان که در شهر کرمان واقع شده است، یکی از تاریخی ترین بناهای این شهر است و به روایتی طولانی ترین راسته بازار ایران به شمار می رود. در مرکز شهر کرمان در اطراف میدان مشتاقیه تا میدان ارگ، بازار شهر کرمان جهت مبادلات کالا و خرید و فروش و عرضه محصولات گوناگون به صورت راست بازارهای تخصصی فعال است. بازار کرمان که دوره‌های تاریخی بسیاری را پشت سر گذاشته، همکنون نیز شاهد تغییرات جدیدی است. سبک معماری آن بسیار غنی و با ارزش بوده و راسته بازارهای شهر کرمان نسبت به بازارهای سایر ایران طولانی تر می باشد. هر بخش از بازار کرمان در زمان یکی از فرمانروایان این شهر ساخته شده و به خاطر برخی ویژگی‌هایش در ایران منحصر به فرد و دارای شهرت جهانی است. بازار کرمان که به بازار گنجلی خان نیز معروف است، یکی از مهمترین مراکز تاریخی و همچنین تجاری کرمان است که به طوری که بیش از 60% آثار تاریخی این شهر را در خود جای داده است. این بازار در حدود 400 سال قبل ساخته شده است که به بازار گنجلی خان معروف است و در کنار این بازار حمام گنجلی خان نیز یکی از حمام‌های قدیمی است که در زمان شاه عباس ساخته شده است. حمام گنجلی خان که به دستور گنجلی بیگ معروف به گنجلی خان توسط شاه عباس صفوی در سال 1005 تا 1034 هجری قمری حاکم کرمان بنا شد. وی فردی مدبر، قدرتمند و با نفوذ بود که شهر کرمان را از نظر سیاسی و اقتصادی به یکی از مهمترین شهرهای ایران تبدیل کرد. مجموعه گنجلی خان که حمام گنجلی خان هم زیر مجموعه آن است، یکی از آثار جالب او در زمینه معماری است. مجموعه گنجلی خان در استان کرمان وسط شهر کرمان و پیرامون بازار قدیم این شهرستان ساخته شده است. معمار و طراح این بنای تاریخی شخصی به نام استاد سلطان محمد معمار یزدی بوده است. همچنین به نظر می‌رسد این اثر تاریخی توسط علی مردان خان پسر گنجلی خان تکمیل شد. گفته می شود که مردم در حدود 60 سال پیش از این حمام استفاده می کردند. حمام گنجلی خان 26 متر طول و 30 متر عرض و حدود 1300 متر زیربنا دارد که از سردری با معماری منحصر به فرد، ورودی به شکل دالان، رختکن، حوض و خزینه برخوردار است. استادکاران و هنرمندان برجسته ایران کهن با نقاشی‌های بسیار ظریف، استفاده از خوشرنگترین کاشی‌های موجود، نورپردازی محوطه حمام، تزیینات گچبری زیبا و چشم نواز، خطاطی‌های دلنشین هنرنمایی کردند. نمای بیرون و سردر حمام با مصالحی از جمله آجر به رنگ نیلی و سنگ مرمر، نقاشی‌هایی که بر اساس مدارک موجود توسط استاد میرزا شکرالله در آن زمان روی سقف ورودی حمام گنجلی خان کشیده و زیباسازی و تزیین شده است. در بالای درب ورودی حمام قسمتی از نقاشی‌های دوران صفوی موجود است که به تازگی توسط استادان و معماران بازسازی شده است. گچبری و نقاشی‌های حمام مربوط به دوران حکومت صفویان و قاجاریان است. اینجا هم قسمتی از وسایلی است که در گذشته در حمام استفاده می‌کردند، یعنی همین حمام گنجلی خان موجود است که وسایل حمام در دوران قدیم، وسایل ریش تراشی، سرتراشی و دیگر وسایلی که در حمام مورد استفاده قرار می گرفته است.